من یا برندم یا بازنده، یا کاری رو که دوست دارم باید به نحو احسن انجام بشه یا اصلا اون کار رو شروع نمی کنم. من باید دانشگاهی که دوست دارم وارد بشم و یا اصلا ادامه تحصیل نمیدم. من طرد شدم، هیچ کس منو دوست نداره. اینا طیفه افکار افرادی هستن که توی پست قبل در موردشون صحبت کردیم. افکاری که زیادی به افکار سیاه و سفید خودشون چسبیدن و از افکار خاکستریشون غافل شدن. بهترین راهکار این است که هر فردی بیاد افکار سیاه و سفید خودش رو شناسایی کنه، مثل که با کلماتی مثل همیشه، هیچ وقت، اصلا، همه شروع میشه و به جای اون بیان از کلمه گاهی اوقات شروع کنن. گاهی اوقات من شکست میخورم، گاهی اوقات من موفق میشم. فرد باید یاد بگیره یه سری موارد، یه سری اتفاقا رو شناسایی کنه که بر اساس اون افکار سیاه و سفیدشون نبوده و درست از آب در نیامده. مثلا دانشجویی که میگه من هیچ وقت نمره خوبی نداشتم و من همیشه شکست خوردم توی درس‌های دانشگاه، در صورتی که وقتی که باهاش صحبت میکنیم میفهمیم که یه سری نمرات خوب توی یه سری از دروس داشته و اونا رو ازشون غافل شده.